رقابتی پهلوانان وزنشان تا 60 کیلو شروع گردید. بلال کریمов خلعت کبود دارد، پهلوانی که از ناحیه مسچو هست. جمشید خلیلov داور درجه جمهوریوی حکمی دارد. یوسف اسکندرزاده از دسته شهر و ناحیه های توبه مرکز. و پهلوانی مهمان شیدا دادن برای نادرست عمل کردنش. رفتی حرکت بلال چندان خوب نبود. اینها 4 دور نیروسنجی کردند که به فینال آمدند. بلال فعالتر است. آنها همین چهره. رقیبش توجه کرد برای عمل نوبتی اما موفق نشد. رقابت یوسف شدت دیگر گرفت اما خاتمه کار نیست. معلوم است یوسف اسکندرزاده آسیب دارد. گوشتین گرفتن نتوانسته ایستاده است. اما مربیش میگوید که دوام دهید. باز هم یک بار دیگر آسیب دارد. چرا مربیش در این لحظه ها توصیه نمیدهد که گوشتی نگیرد و نزد دکتر مسابقه نمیرود؟ از میدان رانده میشود و بلال پهلوان مسچو در این دور ظفر یافت.